خب سلام، سفریم با ماژول دوم میکروتیک در خدمتونیم که DHCP هست. در قسمت قبلتر اومدم و کانسپت DHCP رو گفتم، لینکش هم براتون میذارم این بالا، برید ببینید. قسمت قبلی که داشتم DHCP کلاینت رو میگفتم، برخلاف انتظار خودم یه مقدار طولانی شد، 15 دقیقه‌ای شد، چون که خیلی جامع اومدم این DHCP کلاینت رو براتون گفتم به همراه یک سری توضیحات اضافه دیگر و اینم لینک رو براتون میذارم این بالا، برید ببینید. الان میخوام در مورد DHCP سرور ستاپ صحبت بکنم. خب توی آموزش اول از این ماژول گفتم که ماهیت DHCP چیه و DHCP سرور چیه. DHCP سرور اون پروتکل عزیزیه که قراره به ما خدمات رو ارائه بده. DHCP که خودش مشخص بود کارش چیه. حالا وقتی کلمه سرور رو جلوش میذارن یعنی این بزرگوار قراره خدمات بده. سرور DHCP ماست. اوکی؟ این که چی هست رو که گفتیم دیگه توی ویدیو کانسپت، چه آپشن هایی رو به ما میده. الان میخوایم بریم کانفیگش بکنیم و برای این کار میکروتیکمون رو میاریم بالا. میکروتیکمون رو بیاریم بالا. تو کدومش برم بهتره؟ میرم داخل این چون نمیخوام تغییرات بدم روی رادیوی اصلی خودم. میرم تب اینترفیس رو باز میکنم دوستان. یه دونه ویلن میسازم، یه ویلن جدید میسازم، چون که نمیخوام این کانفیگی که الان میخوام بزنم به هیچ جای شبکم سرایت بکنه. ویلن آیدی مثلا اینم میذاریم 10، اینم میذاریم 10. اوکی. الان یه دونه ویلن ساختم که این ویلن زیر مجموعه اتر یکمونه. خب اتر یکمون هم خب خدا رو شکر به هیچ جا وصل نیست. الان من میخوام روی ویلنه یه دونه DHCP سرور کانفیگ کنم و برسونم دست کلاینت های مد نظر خودم. چه جوری این کارو میکنم؟ DHCP زیر مجموعه چی بود؟ IP بود. پس IP رو باز میکنم، میرم توی قسمت DHCP سرور، گزینه‌ای که دارم. خب قسمت قبلی که در مورد DHCP کلاینت بود که اینجا دارید میبینیدش بچه‌ها، DHCP کلاینت کسیه که داره از خدمات یک DHCP سرور استفاده میکنه. اومدیم روتر رو کردیم DHCP کلاینت. در نظر داشته باشید که روتر ما میتواند همزمان هم DHCP کلاینت باشد، هم DHCP سرور باشد و هر کدوم به صورت جدا هم میتواند باشد. وقتی هر دوتاشو با هم میتونه باشه، جدا هم میتونه باشه. خب الان من میخوام اینو بکنم این سرور خدمات بده به کلاینت های داخل شبکم. چیکار میکنم؟ DHCP سرور رو باز میکنم. ایشون سروره. کانفیگ کردن یک DHCP اینقدر سخته، فقط کافیه به اینجا بزنید DHCP ستاپ. تموم شد. میگه اینترفیسی که میخوای از روش خروجی بدی و این سرور بتونه فعالیت بکنه کدومه؟ میگم ویلن منه. رو ویلن IP نذاشتم از طریق منوی IP ادرس. اینجا میتونم بذارم، از عمد نذاشتم. در صورت که میتونم بیام اینجا IP ادرس رو باز بکنم، اد بزنم و بذارمش روی ویلن 10 خودم، IP رو ست بکنم. اگر این کارو بکنم توی DHCP سرور خودش به صورت اتوماتیک برامون رنج شبکه مد نظرمون رو تایپ میکنه و پرش میکنه. من نمیخوام بذارم، میخوام از طریق همین محیط کانفیگش کنم. خب چون اگر اینجا ثبتش بکنم درست کار بهتریه، ولی خب اینجا یه سری چیزا دیگه نمیتونم بهتون نشون بدم. بهتون نشون دادم IP ادرسی که گذاشتید اینجا، فقط کافیه نکست بزنید. یعنی اینترفیستون رو انتخاب میکنید، نکست میزنید، کارتون راه میفته. حالا من میخوام نکست بزنم، اونم نزدم و میخوام تغییرات اعمال کنم بعد نکست بزنم. میخوام چیزی که خودم میخوام وارد بکنم. الان اینترفیسی که میخواد خروجی بده و برسونه دست کلاینت ها رو انتخاب کردم. ویلن 10 من قرار DHCP سرور روش کانفیگ بشه. نکست رو میزنم. میگه رنج IP آدرسی که میخوای بذاری چیه؟ برام مشخص کن. میگم باش 192 168 99 مثلا 200 وایسا فکر آدرس اسپیس. اوکی، من 0 میزنم، پریفیکسش هم میذارم 25. اوکی، الان نکست میزنیم. میگه گیتوی نتورکت چیه؟ 192 168 99 که میگم نه 127 میخوام بذارم. اذیت میخوام بکنم، میخوام توی ساب نتا و نت آیدی و برادکست ها و این داستان ها قوطه ور بشم. صبر کنید، میشه 126.
داشتم دچار خطا میشدم. وقتی میخوای ساب نتینگ بکنی باید حواست به نت آیدی و برادکست باشه. 127 میشه برادکست شبکه فعلی من /25 من و آخرین آی پی که من میتونم ازش استفاده کنم 126. نکست. میگه DHCP ریلی داری؟ DHCP ریلی ندارم. الانم توضیح نمیدم در موردش به صورت حرفه‌ای. فقط بدونید اگر من تو شبکم یک DHCP سروری داشته باشم که آن DHCP سرور روتر من نباشد، اما اون DHCP سرور مستقیما خورده باشد به روتر من و بعد بخواهیم به کلاینت هایی که به این روتر وصل هستند IP بدهیم، باید از گزینه‌ای به نام DHCP ریلی استفاده بکنیم. چون DHCP یک درخواستیه که کلاینت من بر اساس لایه 2 ارسالش میکنه، یعنی روی بستر لایه 2 ارسالش میکنه و وقتی روتر قرار میگیره، از اونجایی که روتر توی لایه 3 کار میکنه، درخواست کلاینت رو به DHCP سرور نمیرسونه. اینجاست که ما میایم اینجا بهش میگیم که دوست عزیز شما نماینده ما هستی، اگر ما درخواست رو به صورت لایه 2 برای شما فرستادیم، شما خودت هر جور سلام میدونی ببر از DHCP سرور بپرس، برگردون به من IP بده. این DHCP ریلی بود. ولش میکنیم چون نداریم. نکست. میگه چه آدرسایی رو میخوای بدی به کلاینتات؟ میگه از 1 تا 125 خوبه؟ میگم خوبه. اگر بخوام تغییرش بدم تغییرش میدم. و وقتی من اینجا یه نکست میزنم، توی منوی IP قسمت پول برای من یه دونه پول جدید میسازه. واسه من اینو بزرگش کنم. برای من یه پول جدید میسازه، خب، که اینجا تنظیمش میکنم. از این رنج IP که مشخص کردم اینجا یه DHCP پول ساخته میشه، یه استخر IP که قرار ما هر جا که میخوایم ازش استفاده بکنیم، که عمدتا هم توی این بخش یا زمان که میخوایم تانلینگ بزنیم استفاده میشه. الان من نکست رو میزنم. خب یه DNS هم برام مشخص میکنه، میگه این DNS خوبه. میگم خوبه. اگه بخوام اد کنم یه فلش رو پایین میزنم اد میکنم، اگه نخوام اد بکنم هم نمیکنم دیگه. یا اگر بخوام مثلا از طرف مقابلم استفاده بکنم، اون جایی که بهش وصلم و دارم ازش اینترنت میگیرم، IP اونو وارد میکنم. خب یه دونه نکست میزنیم. لیست تایم از اون میخواد. لیست تایم چیه؟ لیست تایم مدت زمانیه که اون IP در اختیار کلاینت هست و هر چقدر که بخوایم میتونیم اینجا بزنیم. اگه بخوایم تغییرش بدیم، مثلا اینو میکنیم 36 روز. دی به معنای دیز هست و این به مدت مثلا 36 روز اون IP رو در اختیار طرف مقابل قرار میده. و بعد از 36 روز اگر نباشه، چند بار فریاد میزنه، میگه فلانی هستی نیستی، او IP رو میخوای نمیخوای، من برات تمدیدش بکنم نکنم. اگر چند بار صداش زد جواب نداد، یعنی سیستم دیگه در شبکه نیست و اون IP رو میگیره میده دست یکی دیگه. خب لیست تایم رو چجوری باید تنظیم کنیم؟ لیست تایم رو برای مثلا یه جایی مثل فرودگاه وقتی هات اسپات راه میندازیم، خب این لیست تایم DHCP ها هم باید در نظر بگیریم اونجا. لیست تایم توی فرودگاه مثلا 10 دقیقه بیشتر نیست، خب ربع ساعت نهایتا، چون کلاینت میاد وصل میشه به هات اسپات، استفاده میکنه میره. و اگر این قرار باشه IP ها به مدت زمان زیادی در اختیار این کلاینت ها قرار بگیرن، سقف اون پولی که ما اینجا ساختیم، اون استخر IP که ساختیم پر میشه و دیگه کسی نمیتونه بهش وصل بشه. اوکی؟ خب اینجا من یه دونه نکست میزنم. تمام. دیدید همونجوری که مشخص هست اینجا پول جدید ساخته شد و از فاصله 1 تا 125 به ما IP میدهد. اوکی. این قرمزه. چرا قرمزه؟ چون هیچی به ویلن 10 ما وصل نیست. اینو در نظر بگیرید. هر جا که قرمزی در کار است داستان داریم. یه زمانی شاید پیش بیاد که شما اینترفیس رو اشتباه انتخاب بکنید. خب وقتی اینترفیس رو اشتباه انتخاب کردید، فقط کافیه بیاد اینو باز بکنید، همین سربرگ DHCP رو باز کنید، اینجا اینترفیس رو عوض کنید. مثلا بذارش رو اتر 4. اتر 4 هم چون هیچ کس بهش وصل نیست قرمز شد. اوکی. ولی در نظر داشته باشید وقتی اینجا عوض کردید یه گزینه‌ای هست که شما فراموش کردید انجامش بدید. IP address.
وایسا ببینم این آی پی رو برامو ثبت نکرده روی خود. چه اشتباهی کردم بچه ها. عادیه، به خدا این چیزا عادیه. یه نتورک ادمین هم اشتباه میکنه. الان من اومدم یه دونه DHCP کانفیگ کردم، کار نمیکنه. یکم شاخکام تیز شد، ولی خب فکر میکردم چون رو ویلن ساختم، یکی از دلایلی که این میتونه قرمز باشه اینه که روی اون ویلنی که ما داریم ویلنه به جای وصل نباشه، یعنی اینو باید در نظر بگیریم. اما اینجا ایراد اصلی که وجود داره میدونید چیه؟ اینه که این آی پی که ما بهش گفتیم برامون ست کنه اصلا ست نکرده رو ویلنمون اتوماتیک. و من اینو نمیدونستم توی ورژن های جدید اینجوری شده. ورژن های قدیمی اینجوری بود که وقتی اینجا میزدیم برامون آی پی رو ست میکرد 192 168 99 126 /25. بذارش روی ویلن 10 من اپلای کن. با تشکر. همچنان قرمزی. اینولید. چرا اینولید؟ یه بار دیسیبلش میکنیم، یه بار انیبلش میکنیم. آره خب اصلا که مطرحه، اون بحث وصل بودن بهش مطرحه. مثلا الان من نگاه کنم اتر 2 من در حال استفاده نیست و توی این بریجه هست. خب من اینو دیسیبل میکنم، بریجمو میذارمش رو اتر 2. اتر 2 چی؟ وقتی به اتر 2 وصل میشه آره اذیت میکنه. خب اینم بذاریم روی اتر 2. الان درست شد. دیدید؟ پس علاوه بر این که اینترفیس ما بایستی به یک جای وصل باشد، بحث اون آی پی هم مطرحه. خب حالا من همه رو برمیگردم سر جاش که کانفیگمون نریزه به هم. این بریجه هم فعال بکنم که بچه ها بتونن استفاده بکنن الان از این داستان. و دیگه متوجه شدیم دیگه، کانفیگ کردیم، حتی رفع ایراد کردیم، لیز تایم رو گفتیم و اما مدیریت کردن لیزهایی که داریم که این رو برای که ویدیو داره طولانی میشه من توی قسمت بعدی میگم. خوش و خرم باشید. خدا نگهدار. اگر فکر میکنید چیزی نگفتم برام کامنت بذارید، حتما ویدیو میگیرم توضیح میدم اگه مطلب خاصی مد نظرتون از DHCP. نظر خودم همه رو گفتم. خیلی خب توی قسمت بعدی در مورد نتورک هم حرف میزنم توی DHCP. بعد لیز رو هم میگم. اینجا هم آپشن هاییه که داریم که اونجا بهتون گفتم چجوری از آپشن ها میتونیم استفاده بکنیم، آپشن به خصوصی رو استفاده بکنیم یا نه. البته مربوط به دوره MTCNA نیست، ولی در حدی که بدونیم چی به چیه خوبه. شاید در همون حد گفتم. خب خداحافظ.